دوستان خب ما طبعا تو آپدیت جدید ما اینجا دو تا مابل جدید داریم که اونا یه کاربرد داره. یکیش که هربیگز خودمونه، یکیش هم این مابل جدید بازیه که اسمش نمیدونم چیه، ناتیروس داریم. حالا کدوم از این مابا بیشتر به درد خوره و کدومش اصلا به درد نمیخوره؟ خب از تاثیر فیزیک بخوای با بیگز میتونیم پرواز کنیم و جای الایتر رو حسابش کنیم که این هم خوبه، ولی سرعتش پایینه. ولی این داشت عزیزم، همین ناتیروس عزیز مثلا یکم بهتر کنم. بندری داشت میزن ناتیروس عزیز که میتونه کمک میکنه تو اورهای زیر آبم مای کنه و کلی کاربرد خاصی زیاد داره و به نظر من ناتیروس یکی از بهترین مابا حساب میشه که بتونیم استفادهش کنیم. حالا نظر تو چیه؟